اگه میخوای در مورد اهمیت خواب بدونی این ویدیو رو ببین ندونی. نه چرا پول خیلی زیاد باشه چرا؟ ما چرا اصلا میخوابیم؟ آیا فقط ما انسان ها میخوابیم؟ بقیه موجودات روی زمین هم میخوابن یا فقط ما انسان ها میخوابیم؟ آیا اصلا خواب تأثیری داره؟ آیا قهوه خوردن تأثیری داره توی نخوابیدن؟ کلا همه چیز در مورد خواب در این ویدیو با هم بهش بپردازیم. اصلا این ویدیو رو لایک کن و با من تا آخر این ویدیو همراه باش. من علی ام و اینجا آیتکه. اینجا به مسائل روز تکنولوژی، اطلاعات عمومی، دانستنی و چیزهایی که قبلا شاید نمیدونستید میپردازیم. پس لطفاً این چنل رو سابسکرایب کنید تا اگر در فضای مجازی میچرخین و گذاری این پیج رو دیدید یه چیزی یاد بگیریم و وقتتون تلف نشه. خیلی ممنون. امروز میخوام یکم ریزتر به مسئله خواب بپردازیم که شاید خیلی از اهمیت اون با خبر نباشن و طبق یه آماری 2/3 مردم بالغ جهان درست نمیخوابن و این یه معضل بسیار بزرگ هست. همچنین منبع این ویدیو کتاب چرا ما میخوابیم هست. اسم نویسنده‌ش رو یادم نمیاد ولی حتما کاورش رو براتون میذارم که اگر خواستین خیلی ریزتر در موردش بدونین پیشنهاد میدم که این کتاب رو حتما بخونید. با من همراه باشید. اولین سوالی که باید بهش جواب بدیم اینه که ما چند مدل خواب داریم و باید بگم که ما 3 مدل خواب داریم که اولین مدل خواب اون خوابیه که شما اوایل ساعت خوابتون وقتی هنوز خوابتون خیلی سنگین نشده ممکنه یه سری چیزها رو بشنوین، یه سری صداها رو بشنوین. در اصل شما خوابین و فکر میکنین که بیدارین. به این خواب سبک میگیم و خوابیه که اوایل شب وقتی که تازه به خواب میریم هست. دومین مدل خواب عمیق هست یا حالا خواب سنگین هم بهش میگن. خوابی است که وقتی خوابمون سنگین‌تر میشه، عمیق‌تر میشه، صداها رو دیگه نمیفهمیم و کاملا به خواب رفتیم. خواب سنگین هست. و مدل بعدی خواب رم هست. خواب رم چیه؟ خواب رم خوابیه که ما در اون رویا میبینیم. این خواب رم شاید یکی از مهمترین بخش‌های خواب ما باشه که بدن خیلی اتفاقا براش میفته. حالا چه اتفاقی براش میفته؟ حتما این ویدیو رو لایک کن. بریم سراغ این که چه اتفاقی واسش. چی میشه که بدن انسان به خواب نیاز پیدا میکنه و احساس میکنه که الان باید بخوابه؟ 2 مورد در بدن انسان وجود داره که باعث میشه انسان احساس نیاز به خواب پیدا بکنه. مورد اول ساعت درونی بدن هست. یه غده درون هیپوتالاموس مغز وجود داره که به اون ساعت درونی بدن میگن که اتفاقا عصبهای اون از جلوی چشم عبور میکنن. چون از درون چشم عبور میکنن خب ساعت درونی بدن وقتی شب میشه به انسان این پالس رو میفرسته که خوابت میاد باید بخوابی و همین میشه که چشم انسان موقع خواب سنگین میشه و روز که میشه بدن انسان دمای بدن انسان شروع میکنه به بالا رفتن و هرچی به شب نزدیک میشیم بدن انسان دماش میاد پایین‌تر. یه مسئله دیگه که در خواب انسان تاثیر داره اسلیپ پرشر هست. اسلیپ پرشر چیه؟ اسلیپ پرشر یه ماده‌ای رو در بدن ترشح میکنه به نام آدنوسین. آدنوسین در طول روز در بدن ما جمع میشه و هرچه بیشتر جمع بشه ما احساس و نیاز به خواب بیشتری میکنیم و این یعنی اسلیپ پرشر. و جالبه بدونین کاری که کافئین و قهوه میکنه اینه که میره میچسبه دقیقاً به همین گیرنده های آدنوسین و باعث میشه که این گیرنده ها ما نفهمن چقدر آدنوسین در بدن ما جمع شده و از اون چیزی که هستش کمتر نشون میده و برای همین هست که وقتی قهوه میخوریم سرحال میشیم چون جلوی گیرنده های آدنوسین رو میگیره و در واقع قهوه به شما انرژی نمیده، داره جلوی این که شما انرژی ندارین رو میگیره و نمیذاره بفهمین که شما انرژی ندارین و نیاز به خواب دارین. پس تا اینجا فهمیدیم که اسلیپ پرشر و ساعت خواب درونی 2 چیزیه که ترکیب اینها باعث میشه که ما به خواب احتیاج پیدا بکنیم و بخوابیم و در واقع ترکیب این 2 تا ساعت خواب بدن ما رو میسازه. بعضی اختلالات در خواب رو هم میشه با اختلال بین این 2 پیدا کرد. مثلا جت لگ، خستگی که به خاطر سفر بین 2 منطقه زمانی پیش میاد و به خاطر عدم تطابق ساعت درونی بدن ما و ساعتی که واقعا هستش. جالبه قضیه اینجاست که این 2 عامل کاملا مستقل از هم عمل میکنن. مثلا دیدین یه شب یه کاری دارین، پروژه‌ای دارین یا یه امتحانی دارین که میخواین اون شب رو نخوابین. ساعت درونی هی از یه تایمی که بگذره هی به شما میگه که وقت خوابه، بخواب. هی به شما اینو تکرار میکنه و شما نمیخوابین
و هی آدنوسین جمع میشه هی زیاد و زیادتر میشه و شما هی مقاومت میکنین و به کار ادامه میدین و توجهی نمیکنین. بعد یهو صبح که میشه احساس میکنین سرحالین، اصلا انگار نه انگار که دیشب کلا نخوابیدین. حالا چرا اینجوری میشه؟ چه اتفاقی در بدن میفته؟ فشار خواب که همونه، یعنی اون آدنوسینه جمع شده و تخلیه نشده، ولی ساعت درون بدن میگه که الان وقت بیداریه و طبق اون اصولی که داره میگه الان وقت بیداریه، الان وقت خواب نیست و بهت میگه الان صبح باید بیدار باشی و تا چند ساعت هم همین جوریه و شما احساس سرحالی و هوشیاری میکنید تا زمانی که فشار خواب اونقدر بره بالا تا به این داستان غلبه کنه و دیگه شما نتونی. قدیما فکر میکردن که وقتی میخوابی مغزت هم به خواب میره و دیگه هیچی نمیفهم. بعدها که علم پیشرفت کرد متوجه شدن که نه، اینجوری هم نیست و وقتی که میخوابین تازه مغز شروع میکنه به کار کردن و خیلی هم فعال میشه و کارهای خیلی پیچیده هم میکنه و این کارهای پیچیده رو تو چند فاز مختلف انجام میده. تکنولوژی که پیشرفت کرد اومدن این رو بررسی کردن و ببینن که مغز داره دقیقاً چی کار میکنه. خواب انسان چرخه داره و هر چرخه 1.5 ساعت یعنی 90 دقیقه. حالا توی این یک چرخه، یعنی هر 90 دقیقه‌ای که میگذره یک چرخه خواب تکمیل میشه. حالا توی این 90 دقیقه ما 2 بخش داریم، خواب رم که بهتون توضیح دادم و خواب آن رم. حالا این خوابا چیه و دقیقاً توی این بخش ها بدن انسان داره چیکار میکنه؟ خواب رم که بهتون گفتم بخشی که خواب و رویا میبینیم و خواب سبکه و خواب آن رم خواب سنگینه و رویا نمیبینیم و این چرخه هر 90 دقیقه تکرار میشه. خواب اول شب آن رمش بیشتره و برای همین شما اول شب کمتر خواب میبینید و خواب اول صبح یعنی خواب دم صبح خواب رم بیشتری داره و برای همینه که شما صبح احساس میکنین که بیشتر خواب میبینید. و اینکه در خواب رم انگار بدن انسان فلج میشه، یعنی مغز تو خواب همه اون فرمونها رو به بدن میده، پاشو، بدو، بجنگ، بپر، همه اون دستورات رو به بدن میده، ولی انگار از یه جا این دستورا بلاک میشه و بدن نمیتونه انجام بده و انگار جلوشون گرفته میشه. یه مثال دیگه بزنم که بتونید این قضیه رو بهتر درک کنید. وقتی که ما بیداریم مغزمون مثل یه استادیوم فوتبال قبل یه شروع مسابقه است که شلوغ پلوغ، همه توش زیاده، هر کسی داره با یکی حرف میزنه، کلا خیلی به هم ریخته است. و وقتی توی خواب آن رم هستی انگار دقیقاً توی همون استادیوم فوتبالی ولی بازی شروع شده و همه هوادارا دارن به صورت همزمان یه سرود رو میکنن، یه تشویق میکنن، انگار همه همزمان دارن مثلا میگن حال مادرید، یه تشویق یکسانی میکنن و همه چی با نظم و برنامه است. و خواب رم یه چیزی بین این دوتاست، نه مثل بیداری شلوغ و پر همه است، نه مثل خواب آن رم منظم و همه چی رو نظم و برنامه و یک دسته. حالا کارکردهای این خوابها چیه؟ توی خواب آن رم اتصالات نورونی غیر ضروری مغز رو حذف میکنه و همچنین بخش‌هایی از مغز رو که از هم دورن رو با هم دیگه هماهنگ میکنه. واسه همین که گفتیم مثل سرود خوندن تو استادیوم میمونه، انگار که یه اطلاعاتی داره رد و بدل میشه، یه اتفاقی داره میفته. همچنین خواب رم رو خواب پارادوکسیکال هم میگن، مغز بیداره ولی بدن خوابه. حالا توی خواب رم اون بخش‌هایی از مغز رو توی خواب آن رم با هم دیگه هماهنگ شدن و اطلاعات رد و بدل کردن، توی خواب رم میاد این اطلاعات رو پردازش میکنن. دیدی صبحها وقتی به زور از خواب بیدار میشی چقدر کلافه‌ای و چقدر خسته‌ای و اصلا نمیخوای از جات بیدار شی؟ به خاطر اینه که دقیقاً داریم وسط خواب رم از خواب بیدار میشیم و نمیذاریم بدن اون چرخه طبیعیش رو طی کنه و از خواب بیدار بشه. برای همین کلافه‌ای. همچنین خواب رم در طول عمر زندگی انسان تایمش تغییر میکنه. جنین انسان وقتی توی شکم مادرش هستش اکثر خوابش رو خواب رم، ولی چون مغزش هنوز شکل نگرفته بدنش نمیتونه فلج بشه مثل ما انسان ها و برای همینه که بعضی وقتا لگد میزنن، بخاطر اینه که توی خواب رم هستن ولی چون فلج نشدن لگد میزنن و در واقع مشت و لگد هایی که میزنن بخاطر اینه که دارن خواب میبینن. تو 3 ماه آخر بارداری بیداری محدوده، یعنی شاید جنین کلا 2-3 ساعت بیدار باشه و هر چی به پایان بارداری نزدیک میشیم بیداری بیشتر میشه، ولی خواب رم مدتش میره بالاتر، یعنی هر چقدر درست اون بیداریه کمتر میشه ولی اون کیفیت خوابه، این خواب رمش بیشتر میشه. و همچنین هیچ وقت توی زندگیمون به اندازه ای که جنینیم خواب رم تو زندگیمون نداشتیم و نداریم، نخواهیم داشت.
همچنین الکل خواب رم رو مختل میکنه و مادرهایی که در دوران بارداری الکل مصرف میکنن و یه جورایی معتادن به الکل و الکلی حساب میشن، نمیذارن این اتصالات نورونی درست تشکیل بشه و خواب جنینشون، خواب رم جنینشون درست نمیشه. همچنین از اهمیت‌های خواب رم که کتاب در موردش صحبت کرده باید بگم که اومدن روی موش‌های آزمایشگاهی یه آزمایش انجام دادن و اومدن خواب رم رو ازشون گرفتن، یعنی یه کاری کردن که دیگه خواب رم نداشته باشن و تاثیر اون در طول زندگیشون و سرعت مردنشون جوری نشون داده بود که انگار از اونها غذا رو گرفت. همچنین یه باور غلطی شکل گرفته که در دوره سالمندی میگن آدما کمتر میخوابن چون کمتر به خواب احتیاج دارن، در صورتی که این کاملا اشتباهه. کمتر میخوابن چون مغزشون تواناییشو از دست داده، یعنی کمتر نمیخوابن که چون کمتر لازم دارن، کمتر میخوابن چون نمیتونن بیشتر بخوابن و به همین خاطر توانایی مغزشون تحلیل میره، یعنی یه چرخه‌ایه، چون نمیتونن بخوابن توانایی مغزشون کمتر میشه و این چرخه ادامه داره. خب حالا که خواب انقدر مهمه، اگر نخوابیم چه اتفاقی واسه همون میفته؟ قدیما یه باوری شکل گرفته بود که میگفتن هر کی بیشتر میخوابه عمرش بیشتر میشه. خب الان دوره تکنولوژیه و این حرف یکم غیر منطقی به نظر میاد، ولی من نمیگم و این کتاب نمیگه که اگر بیشتر بخوابی عمرت هم بیشتر میشه، ولی روی این تاکید داره که اگر کمتر بخوابی عمرت هم کمتر میشه. فکر کن یه روزی آگهی میبینین که توی اون نوشته که یه داروی انقلابی کشف شده که باعث میشه شما قشنگتر بشین، لاغرتر بشین، هوشتون بیشتر بشه، دیگه سرطان نگیرین، آنفولانزا نگیرین، اشتهاتون بیشتر بشه، عمر طولانی تری داشته باشین، همه اینها و همچنین حتی باعث شادی میشه و افسردگی رو از بین میبره. برای همچین دارویی چقدر حاضری پرداخت کنید؟ خواب دقیقاً همون داروییه که ما هیچ کدوممون قدرش رو نمیدونیم و به صورت رایگان در اختیار داریم. همچنین خواب کافی برای قبل یادگیری یک چیزی و بعد یادگیری یک چیزی خیلی مهمه، به صورتی که اگر شما قبلش، یعنی مثلا میخواین یه چیز یاد بگیرین، اگر خواب خوبی داشته باشین شب قبلش، شما 50% بهتر میتونین اون یاد بگیرین. و همچنین اگر شما یه چیزی یاد گرفتین و تموم شده رفته، یعنی من امروز یه چیزی یاد گرفتم تموم شد، شبش اگر من خواب خوبی داشته باشم 50% بهتر میتونم اونو به خاطر بسپارم. خواب کم توانایی‌های آدم رو کاهش میده و مثل این میمونه که یک آدمی مست باشه و برای همینه که پزشکا چون زیاد کار میکنن و کم میخوابن باعث میشه که کارایشون بیاد پایین و یه سری اشتباه ها دیدیم بعضی وقتا میشنویم پزشکای سری اشتباه میکنن. دلیل اصلیش اینه که شاید کم خوابیدن یا توی رانندگی که بیشترین میزان مرگ و میر توی اکثر کشورها هسته، باز درصد خیلی زیادی از اون مرگ و میر در رانندگی به خاطر اینه که راننده ها خوابشون میبره و لزوما اینجوری نیست که راننده پشت فرمون خوابش ببره، بیداره، داره جاده رو میبینه، همه چیزو شاید بفهمه، ولی یه لحظه مغزش کلا تعطیل میشه و همون یه لحظه کافیه واسه این که یه اتفاق مرگباری پیش بیاد. یه بررسی که از راننده کامیون‌های توی آمریکا گرفتن متوجه شدن راننده هایی که در شب کمتر از 5 ساعت میخوابن خطر تصادفشون 3 برابر بیشتر میشه و همچنین اگر کمتر از 4 ساعت بخوابن خطر تصادفشون 12 برابر میشه. یعنی اینجوری نیست که پله پله بیاد پایین و این نشون میده که 1 ساعت خواب بیشتر هم حتی چقدر میتونه اهمیت داشته باشه. و ترسناکتر اون قضیه اینه که خود اون آدم هیچ درکی از این نداره که کاراییش اومده پایین، میگه من توپم خیلی خوبم، عالیم، سر حالم و فکر میکنن با همون سرعت و کیفیت همیشگی کارشون رو پیش میبرن، ولی کسایی که از بیرون دارن اونو میبینن متوجه میشن که اینطوری نیست. کسی که 1 روز نخوابه مثل کسی میمونه که 8% الکل تو خونشه و در واقع به صورت غیر قانونی ایشون دیگه مسته دیگه و نمیتونه رانندگی کنه. تازه این 8% واسه کشورهایی مثل ولز، ایرلند و انگلیس هست. کشورهایی مثل نروژ این عدد میشه 2%. خواب تو تمام کارایی بدن انسان تاثیر مستقیم داره. کمبود خواب انقدر بده که گینس دیگه رکورد کمترین تعداد روز خوابو دیگه ثبت نمیکنه، چون معتقده که حالا آدم‌ها میخوان رکورد رو بزنن و هی کمتر
کمتر میخوابن و این باعث میشه یه ضرر جبران ناپذیر به خودشون وارد کنن. و جالبه بدونین که همین گینس سقوط از ارتفاع 135,000 پا که میشه تقریباً 41 کیلومتر رو ثبت کرده. یعنی پرش از اون ارتفاع که حالا 41 کیلومتر ارتفاع، سرعت آدم به 1300 کیلومتر میرسه و گینس این رکورد رو ثبت کرده، ولی رکورد کمبود خواب رو ثبت نمیکنه. و حتی یکی از سنگین ترین شکنجه هایی که حکومت های شکنجه‌گر به آدم ها میدادن بیخوابی بود. شاید خیلیا بگن که بیخوابی که چیزی نیست، در صورتی که یکی از سنگین ترین شکنجه ها بیخوابی بوده، چون غیر از توانایی های شناختی رو تمام اعضای بدن انسان تاثیر میذاره، از قلب و فشار خون و سلامت بدن، کلیه، کبد، ایمنی بدن، سلامتی رگ ها. جدی میفهمم اینایی که ما اینا بعد کجا ما در آوردیم. و همچنین سرطان و آلزایمر. جالبه بدونین که بیخوابی نقش کلیدی توی آلزایمر داره. قدیما شرکت‌های بزرگ میگفتن که باید زود از خواب بیدار شیم، بریم زود سر کار و بیشتر کار کنیم. کمبود خواب کارمندان نتیجه مستقیم با اقتصاد شرکت‌ها داشت. و جالبه بدونین که امروزه تو شرکت‌های بزرگی مثل اپل و گوگل برای کارمنداشون توی شرکت یه جا برای خواب درست کردن و از اهمیت خواب به کارمنداشون توضیح میدن. و این به خاطر خیرخواهی شرکت‌ها نیست، این دقیقاً به خاطر اینه که این مسئله رو متوجه شدن که خواب خوب رابطه مستقیم با کیفیت کاری اونها و در نتیجه اقتصاد شرکت داره. اونا معتقدن که اگه بهتر بخوابن، بهتر کار میکنن و در نتیجه بیشتر پول در میارن.